به نام یاد خداوند بزرگ مهربان. السلام علیکم عزیزای دل، خوش آمدین به یوتیوب چینل زرش کچن. امروز خواستم یک فرنی آماده کنم که از کدو می باشه عزیزای دل، که بسیار عالی و مزدار آمده و همچنان رنگش بسیار عالی است که از هیچ نوع رنگ استفاده نکردیم. و فعلا مقدار لازم آب در دیگ اضافه میکنم. نظر به کدویتان است که چقدر کدو را جوش میتین. امی کدو را جوش دادم به این مقدار. کدو را که جوش دادم نرم شد، ماندم که خوب سرد شود. بعدا در جک مکسر انداختم، البته که خوب بلندر کنیش، یعنی خوب مکسرش کنه که به یک آب تبدیل شود. و البته بسیار خوشمزه، هم خوشمزه است و هم خوش رنگ. عزیزای دل بسیار عالی و بسیار یک رنگ شاد عالی، امتو مقبول. و بالایش من شیر اضافه کردم، شیر سرد و یک گلاس بوره، 3 گلاس شیر، 1 گلاس بوره. و همچنان دیگه به اندازه که امی شیر ما را سخت کنه 2 قاشق غذاخوری، البته نشایسته ذرت اضافه کردم. خب آهسته آهسته شور دادم و به حرارت ملایم گذاشتم تا که فرنی ما آماده شد. فعلا دیگه آماده است عزیزای دل، بسیار عالی آمده. با پودر ناریال و تخم خرفه تزیینش کردم. این بود فرنی عزیزای دل که از کدو آماده کردم، بسیار شیرین، عالی مزه‌دار و همت خوشبوی است. رنگش هم بسیار مقبول است. و تشکری میکنم از شما دوستایی که جدیداً کانال ما رو سابسکرایب کردین. لطفاً دوستایتان به کانال ما دعوت کنین، کانال ما رو سابسکرایب کنن و لایک کنن، کامنت بدن. و تا برنامه های بعدی که باز هم با یک رسیپی عالی دیگه در خدمت شما عزیزان قرار میگیرم، شما را به پروردگار بی نیاز میسپارم. الله حافظ. منتظر غذاها و شیرینی های بعدی ما باشین که براتون عالی عالی آماده میسازم. و همچنان دوستایی که خواهش کرده بودن فرنی، ای هم فرنی. الله حافظ.